گام میزنم مر بیشتر میگیرون میشم و هم منم برای بعد ما گیریم میرم آدمایی که رسی زنگ میزنن همونو یعنی با در غم شما در درد شما نیز اونها شریک میشم برادران عزیز ما. پوچه‌ش نگاه کنید چه خیلی دوستان عزیز. این خرابی پوچه را ببینید. این روی در پا دیگر استخوان خالی یک گوشت نموده. این یک بار میبردارم نگاه کنید. این روی اینا. چای بیارم. مادر جان سازی. سلامتی ها سازه. مرا شناختی؟ کیم؟ شما برکت چیم؟ برکت میگه در سر شما ای بوم برم تو چه؟ رحیم پروداکشن. سلام و درود بر کل تماشابینان دائمی سانحه رحیم پروداکشن، بر کل اون افرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را تماشا کردین. دوستان عزیز امیدوار هستم که هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. امروز ما با دیدار بینی انمو پدر مهربان، انمو پدری که شما دستگیری کردین نوارشا با همه یار و برادرها پند کردین، نوار در همه سامانه رایی کردین. امروز پیش از انم عید قربان با پدر عزیز ما یک دستگیری کردن، یک کمک خوب و بهتر کردن. انشاءالله که با باوری کامل دارم که در حقش دعاگون بشین. خداوند یگان بنده را این روز ایشونت. دوستان عزیز هیچ کسی خرسندی روی یوتیوب نمیبروی و از هر یک کدام ما دست کمک یا که نمیخواه که مجبوران کمک کنیم، همه چی از دل باید ببروی. حاضر میریم میبینیم که چی قدر نفر با پدر مهربان با مادری که از عقل بیگانهش دیگه دستگیری کردگن، چند کس در خانه انمی برادر عزیز ما آمده گفته و از افعالش پرسان شدگن. همش انشاءالله که در انمی برنامه با صبر تا آخر تماشا کنین میبینین. و باز یک بار دیگه از همه شما احترامانه خواهش میکنم نفرانی که در افیرین لایک یک بار پخش کنین تا که دیگران ببینن. بهترین کار میشود. رفتیم ما رفتیم لنینگراد خانه پدر مهربان. دوستان عزیز اینا زیارت پدر مهربان آمد. بین شومدین نه سوزه افولا نزد خوبه ای دو کارتینی برو میچ های ربی همه تاکش لوب دم خیلی اینا دوستان عزیز حال داری میگن. بعد چند روز پس بعد دوربینی پدر مهربان آمد خیلی اینجا الحمدلله گامول هم داشته. چه خیلی که وعده دادیم حاجی همش از پدر در درون خونه می‌داریم، در نزد بیماران میپرسیم که دستگیری چه خیلی شید پیش روی چه خیلی شید. همش اجازه میدین نزد بیماران بریم پدر جان؟ من دیگه به کافی چه لکای ما چای بیارم چای میخری؟ اینا دوستان عزیز بعد دوربینی انمی دودر عزیز و دودر جور جگر اینا در نوار یکم ندارده. نگاه کنید پوچهای دودر ما را اکای مو میشه و استغفرالله اکای نه پوچهش نگاه کنید چه خیلی دوستان عزیز. این خرابی پوچه را ببینید. این روی در پا دیگر استخوان خالی یک گوشت نموده. اینا یک بار میبردارم نگاه کنید. این روی اینا چای بیارم چای اوقات بیارم دیدین اوقات شد دوستان عزیز. این نامه مادر عزیزم در اینجا اینا یک بار دیگر سلام علیکم. اینا دوستان عزیز کامرا نزدیکتر بیار نوار یکم دوام ندیم. مادر اینم خیلی خودش بختش گپ میزنه. مادر جان سوزی مادر سوزی منم خیلی کندی اینا نگاه کن دوستان عزیز بیاین ای پیش بینید بعد باور میکنین. السلام علیکم. انا پدر شما گفت زنین میفهمم. منم خیلی الان شما های دوستان عزیز اینا هر چه سرجم میاریم و همراه پدر صحبت میکنیم و هم سفر باشیم. اینا نگاه کن دوستان عزیز وقتی درون ایدن میمونی نگاه نمی خیلی میره و اینا بر را اگر چی نکنم خیلی میره ها میره بیرون میره تماشا میکنی.
باز یک بار دیگر سلام علیکم دوستان عزیز. چقدر که در نوار پیشین ما همراه پدر مادر عزیز و اکای مهربان شیشتگی بودیم. امروز بعد نوارم اینا بنازی انمی برادر عزیز اومیم و چون ندیدین دوستان عزیز باز در درون نمو چوینا مادر همراه صحبت کردیم. دیدین که از سنگ صدا میبره از مادر نه فقط فکرانه گپ میزنه یگان چیز حسیات نداره یا حساب جین باشه پری باشه یا که کسل روحی باشه خیلی همش انیق میکنیم. ان شاء الله با دکترا را میگیم میان ای اول برادر عزیزمو با خبر میشن از اول مادر هزار آمد به نفرانی که سخن کردن که خیلی مولا را میاره میاره میخونیم دستگیری میکنیم. بیم با همش از پدر مهربان میفهمیم که چقدر نفر دستگیری کرد. آیا یگان که از پدر خونه پدر مهربان اومد نیومد دستگیری چیکار شد. همش از انمی ستن خونادان پدر عزیزی هر یکی ما شما پرسان بشیم. یک بار دیگه سلام علیکم پدر جان. سلامتی چقدر؟ خمیشه شکر خدا گشتیم استاد. یگان خرسان چی بعد این نواری کردن؟ البته چی بنه این آماده هستن به چرا خالگیری سلام علیکم میکنم. بعد این نوار کردن ما یگان که از در خونه شما را خوی کردن اومد خبر گرفت. درست دو نفر اومدن اوزوقا آوردن دست چورشون بود دودن شروع میکنیم. زنگای تلفنی هستن؟ تلفنی زنگای تلفنی هم شده است در بچه های رسیده بسیارتر کمک کردیستن. دستگیری همش الحمدلله هستن. انشالله که همو آرزو داشتن میدونم هر یک از در دل آرزو دارن. بار فکر میکردن که همه خیلی روز نصیب شما میشه و برادرها همه کسا دستگیری میکردن پدر؟ من با خدا این 30 سال فکر نمیکردم. خودم عادت میومد کار میکردم. انا کمتر مزه گرفت دیگه نش کارم کردن نمیتونم بخیر. من مراجعت برو اومدم که هم خیلی دستگیری کنم. برای که این ایشا گوداکوی مکتب خون اینم خیلی با آرزوتون رسیم پدر بعد این نواری کرده ما. رحمت همتون دا. کسی اومدن یعنی کسی کرد نکرد همودم رحمت. زنگای تلفنی در گفت از گپای پس بلند نبودن؟ نه همه فقط پدر جان دلتهی مهربونی هر سه کلین میشه دروی میکنم گام میزنم مرا بسیارتر میگیرون میشم و منم بعد ما گیریم میرم. آدمایی که رسی زنگ میزنن همونو یعنی با در غم شما در درد شما نیز اونا شریک میشن برادران عزیز ما. خیرم چرا شما تا پدر جان عزیز که یک محبت برادر مردم مسلمان توجیه برادران عزیز که نگاه کنه که خداوند یگان پدر محتاج یگان بندش نکنه. این همه میکنه برادرها عزیز ما سببگاریم. هیچ وقت ما میندار نشین. هیچ وقت یگان خیزگر که نوارا کردیم خداوند در دل ما داخت ما هم نوارا کردم. فقط ای الله مهربان باید مراجعه شیم دوستان عزیز. پدر کرد دستگیریش کردیم انشالله دوی دودگی در نامه عمل هر یک ما شما ثبت میشود. هزار آمد به نفرانی که میگن به در خانه اومدن آذوقه آوردن چیزی آورده باشن نیاورده باشن مهم همه قدم زنون به نزد خانه پدر اومدن. نفرانی که در مسکو بودن زنگ زدن با پدر تسلی دل کردن سخن خوب گفتن پدر دل برداری کردن. به همشون رحمت پدر جان که نوردن دیدن چقدر دستگیری کردن نه مونده که نوارا به دیگر برای با دوستشون پنگ کنن. اولی با نفرها گفتن که میایم با دیدار بینی و خبر گیری. بسیاریشون با عید قربانم میان ای کور رای رسی هم میایم گفتم با خبر بگیریم. خیلی رحمت کنم با همش. میندارم من ای همه همین. انشالله پدر جان بعد عید پلان دارن که دو درچه از نزد دخترو برن یک بینن یک لیچینی کوچی میگن انشالله. اوه نیاز داریم. خیلی بردن قینه منم فرض نکنیم بعد چون چیزی کنیم بعد چون میبرم. خیلی یک مراجعه دیگه میکنیم برادران اگر یگان دختری ساز باشه اگر که بتونه اومده با بیا همجا بینه زبونش چسبیدگیه بینه که همجا در یگان چی ساز میشه و یگان رزولتاتی کاری هسته گپ زنه برای که پدر وقتی که یک متر حج میکنه را درجه میشینه حکساش میبرویا این قدر حج کرده و بردن هم میتونه بالا این باید یک از گپ پسند در پیش مادر بیسن این میبروه میره بوم خونو میگردم بشه تلفن میکنم که کمپیر در فلان جای خیش که قجان نمیدم میره بوم میونه مادر جان سازی سلامتی ها سازه مرا شناختی؟ کیم؟ همین شما برکت چیم؟ برکت میگه در سر شما ای بوم برم تو چه؟ شما هم کدومی هستین همینجا دیدی در گپ در من گپشن میفهمدی مینم کسی محقاش باشه گپ بزن نباشم نه مرا دوست میداری مرا بچه خودت میگیری؟ ها؟
دوستان عزیز خداوند یگون بنده را روزه ایشانتا هیچ کس خرسانیش در روی یوتیوب نمیبره و انشاءالله که ما بالینسا بردن برادر عزیزم بعد عید با نوار میکنیم ایشان تین رزولت چخلای برادران که رحمت گفتن مادر از حساب جنای حساب امی دعا خوندن نکرد انشاءالله ایشان میتونی تو همین روزا کداگی بودن یگون بار دعا خونی بخیر بسیار کردیم و رزولت نشید رزولت نش پرهیز نکرد آخی همه چیزی خوب باید پرهیز پرهیز نکرد خیلی کی نگه بینم باید یا 3 روز 4 روز محکم قرار پرهیز کردن در کار بود که هم جینای پینای قوت نگیره ایسا خوندیمش ایسا روغانی خورد دل مسوخت بخرم گفتا اینا ادمیم که 1 سالی درست ما ادمی دایدم ملوشم و جیمبروشم و دکتریشم حال پنسه چی میگه پنسهش 116 است من پنسه 116 چی میشه برای را ایچی انشالله میفهمم پدر جان که دوستان عزیز با بالای این همه زندگی پدر خیلی پدر کارش پرسیدن بسیاری و پدر همیشه اینه میبره در یه روز تنگه قطع ایجا ریس میزنه اینه می لنینگراد خانه هم بچه ها قطع کار میکنن بچه های ما کلیکتیم و بچه های نزن یردم میتن دستگیری میکنن هزار آمد کسانی که در این کاری خیر پدر شریک شدن هزار آمد نفرانی که مبلغ نداشتن که نوارا با دوستو با رفیقتان پنگ کرده همش در من گرد ندارم همتون دوستان عزیز امروز با برادران بازار صدوات مردم غریب صدوات صالحین برادران که در مسکو خیلی گروه هست در بازار صدوات که به هم خیلی اویلات کمک میکنن باز پدر مهربان دیدن خودشون برای ما اینجا اینا 3000 سومون مبلغ روی کردگی اینا 500 1000 1500 2000 2500 اینا 3000 سومون دوستان عزیز پدر جان اینا برادرانی که پنهانی هم آوردن خیر کردن هزار احمد این ما برای چی در نوار ایشان گفتم دوستان عزیز که نگه که کیسه ما میره و همین خلاص اینا پدر جان این برادران صدوات مردم غریب دستگیری کردگن برای همین برادرانی که در این کاری خیر سر میخشون گذاشتن یک دعای پدرانه بود خداوند چی میخوام این مردم خشو عمری درست صحت سلامتی برکت در کسب کارشون زیاده کنه زندگی بود دولتشون ای زیاد شود خوشی زندگی گذشتگانشون رحمت مغفرت امین الله اکبر انا پدر در آخر یک خنده ای که انا همه مردم دیگه کو خرسان جواب آخه من همین کوچه را فقط میخندم باور که میخندم خدمه باید میتونم خونده درم هم تمام حالی من گیریه فقط در برم با یکون کس هیچ چیزی را بای نمیتونم برم ده هیچ که میتونم این کاریگران میتونم من چخیلی میخندم میکردم حتی یکون روزا یکون تشم طلب نکرده که ما بچه هم کساله خیلی کنین و خیلی کنین میدونم خیلی انسان به دستگیری نمیشه برادر باید نباید به چرا نمیدونم خیلی اگر بینن بعد این نوار یکون چی حس کردن؟ اوه همه دلسوزی میکنن یعنی میدونستن شما بیمار دارین به این درجه را عذابتون نمیدونستن شاید یکون بیماری که خیلی در قشلاق میدونستن بیمار دارین که احقا نمیدونستن اما بیچاره میدونستن قشلاق دم یاردم میتن بچه هسته چرا خونه هسته یاردم میکنن همی ایدی رمضان قربان یاردم میکنن بچه یادار مایه همه گفتم کو کسی کار نکرد مایه همش یک برای ما در نظر من یک فقط در حقشون گفته من فرق نمیکنم در حقشون دعا من همش دعا نمیکنم که در میخواد روزا دستگیری میکنم بیان هیچی نیارن اینه خبر بگیرم بس برای من بیان یک بینن یک آبروسی کنن بینن من خرسند همین کسلی رو دیدی باید خرسند بشه با شفا میترش هزار آمد دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک ما و شما خداوند همه ما را هدایت کنه هزار آمد برای دستگیریتون یک بار دیگه برادران عزیز نوار را پنگ کنین به یار دوستاتون یک لایک را دریغ ندارین خیر دوستان عزیز تو برنامه آینده خب